میراث پدرخواه کسب پدر آموز. واقعا سخن‌ها مضمون خیلی هم والا دارند و بسیاری با پیگیری این سخن‌ها موفق شدند و در دل میلیون‌ها نفر جای گرفتند. از جمله عائله هنرمندان شناخته کشور نظریف ها. تماشاگران عزیز، در برنامه امروزه شب آهنگ حضور دارند حافظ خلقی تاجیکستان اسماعیل نظریف. با همه شما تماشای خوب این برنامه را تمنا میکنیم. غیر تو یارا ندیدم هیچ غم خاری دیگر، تا تو را دارم نگیرم در جهان یاری دیگر، تا تو را دارم نگیرم در جهان یاری دیگر. راز خود گفتم به تو از بابت شرم و حیا، راز خود گفتم به تو از بابت شرم و حیا. بعد از این دیگر ندارم سیر و اسراری دیگر، بعد از این دیگر ندارم سیر و اسراری دیگر، بعد از این دیگر ندارم سیر و اسراری دیگر. سجده آوردم به سویت شیک و چینا باوری، سجده آوردم به سویت شیک و چینا باوری. آنچه خواندم از فضایت نیست تکراری دیگر، آنچه خواندم از فضایت نیست تکراری دیگر، آنچه خواندم از فضایت نیست تکراری دیگر. بحر اظهاری محبت بس که تکلیفی نشد، بحر اظهاری محبت بس که تکلیفی نشد. تا که یابم یک تسلا کردم ایثاری دیگر، تا که یابم یک تسلا کردم ایثاری دیگر، تا که یابم یک تسلا کردم ایثاری دیگر. ای نهانی شرط یار و دهر آینده چیست، ای نهانی شرط یار و دهر آینده چیست. از دوری معنوی و نیست دواری دیگر، از دوری معنوی و نیست دواری دیگر، از دوری معنوی و نیست دواری دیگر. خوش آمده دوستان به برنامه فرهنگی شب آهنگ. محیط امروز، فضای امروز برایتان پسند آمد؟ سلامت باشید، سلامت باشید. بسیار محیط هم خوب و هم زیبا و هم یک فضای خیلی به دل نزدیک فارمی که این استودیا من همین بینای زیبا رو من باری اول به اینجا آمدم و تاثیراتم خیلی کلان نسبت همین تالاری که ما امروز ثبت در اینجا کردیم. من میندارگی خودم پیش از همه به ریاست همین تلویزیون صدا و سیمای تاجیکستان ابراز می‌دارم که برنامه‌های تشکیل می‌کنند، می‌گذرانند، تعریضی می‌کنند که با شنوندگان و بینندگان همین تلویزیون تاجیکستان خیلی پسند است. امروز با چه دستاویز به برنامه ما تشریف آوردن؟ امروز بهر تماشابینان کدام سرودها رو پیشکش میکنید؟ از روی آن
انتخاب متن سرودهایی که ما به این برنامه پیشکش کردیم و سرودهایی می باشند و آهنگهایی می باشند. این سرودهای انتخاب کرده ما که سالهای پیشین از طرف هنرمندان خیلی مشهور جمهوری تاجیکستان شادروان استاد اکاشریف جورایف و پدر بزرگوارم شادروان حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان عبدالله نظریف که شاگرد بواسطه دوستداری صوت و سرود و آهنگ‌های اکاشریف جورایف و دیگر کلاسیکان پیشترکی از آنها بودند می باشد. ما همچون فرزندان این مکتب‌های هنری سرود و آهنگ‌های آنها در این برنامه جای دادیم. همین سرود و آهنگ‌های آنها را ما فرزندان با طرز نو با زمان موافق کرده از سلسله سرودهای آنها را هم در جشن‌های که در جمهوری برپا گشتند، جشن‌های استقلالیت دولتی، وحدت ملی، در نوروز عجم، همون سرود و آهنگ‌ها را ما از نو با متن‌های دیگر ترکیب کرده پیشکش تماشابینان مخلصان گردانده. خب استاد، از سخنان شما امروز ما بار دیگر ثابت ساختیم که آهنگی که واقعا دل و شوب است، دلنشین است، سرودهایی که آهنگی خوب دارند، متن بلند دارند، با گذشت وقت محبوبیت خود را گم نمی‌کنند. هیچ گم نمیشه. بله، و از در سالهای نو در زمان صاحب استقلالی همین گونه سرودها، همین گونه آهنگ‌ها بازخوانی کرده می‌شوند. برای آنه که همین یک سرود محبوب همگان گردد چی باید کرد؟ سوال خیلی خوب. البته همین هنرمندان پیشین، حافظانی که در باغ صنعت تاجیک کار و فعالیت کردند، دوری خودشان را راندند، مشهور گشتند، اونا به اساس مشهور نگشتند. البته با زحمت‌های زیاد، با زحمت و مشقت‌های بیدارخوابی، شب‌های دراز از بالای یک آهنگ کار و فعالیت می‌بردند، کار می‌کردند، ایجاد می‌کردند. برای یک سرود به خلق معقول کناندن متن خوب انتخاب می‌کردند و اون متن باید به آهنگ توأم باشد، جوابگو باشد، آهنگ به شعر و متن شعر جوابگو باشد و دقت جلب کننده باشد، بعد همون به شنونده تاثیر رسان باشد. حافظان پیشین یک خصوصیت برجسته همین ایجادیات آنها آن بود که با این صوت و آهنگ و سرودهای خود شنونده خود را، مخلص خود را تربیت میکردند و بسیار اون جوانان و بیان سالانی که در دوره های آنها علاقه زندگی و فعالیت کردند با این سرودها کلان شدند، با این سرودها تربیت یافتند و در دل آنها جا گرفته است این سرودها. و همین خیلی انامون با یک اسباب هم حافظ خودش معرفی کرده میتواند. خوش استاد، اینجا باز یک سرود میشنویم در اجرای شما. فکر میکنم که سرود نام دارد ای عاشقان. همین طور با هم تماشا میکنیم دوستان عزیز. بعد از چند لحظه باز برمیگردیم. ای عاشقان رویش مثالی آسمان، یک دم شوی مهمان اگر یک عمر مانی آشیان، یک عمر مانی آشیان. با
چشم شیدا بین گری زیباز مانندی پری کس با کمالی دل بری مثلش ندیده در جهان مثلش ندیده در جهان مثلش ندیده در جهان گر از بری و بگذری سرمستی مشک و عنبری گر از بری و بگذری سرمستی مشک و عنبری مدهوش گردیشون دمی روی خوشش گردد بیان روی خوشش گردد بیان در دو جهان کی دیده ایم چون او نگاری نازنین در آسمان چون اختری مثلش زی برجی کهکشان مثلش زی برجی کهکشان نایاب بود آن مهلکا نایاب هست آن دلربا بیهوده جستن در سما تو خود بگویی بعد از آن تو خود بگویی بعد از آن تو خود بگویی بعد از آن گشتم شب من هم دمش بودم مگر چی محرمش گشتم شب من هم دمش بودم مگر چی محرمش رازی نهانی در جهان هرگز نمیماند نهان هرگز نمیماند نهان هرگز نمیماند نهان. بینندگان عزیز، برنامه شب آهنگ همان ادامه دارد و فکر میکنم که در پیش باز هم صحبت‌های جالب ما و شما را انتظار است. خوش استاد، میخواستیم از شما پرسان شویم که امروزها بیشتر جوانان راه آوردند به گوش کردن سرودهای اروپایی. چی کار باید کرد که مخصوصا همین سرودهای سنتی ملی تاجیکی را در دل آنها نگاه داشت؟
مایل و حواس آنها بیشتر به همون سرودهای اروپایی و دیگر ملت ها تکیه کرده میخوانند. بسیاری و نمی جوانان امروزه پیش رفتند و بسیار سرودهای پیشینه را هم سرودهای نو به نو ایجاد میکنند با طرز خودشون، با حال یک طرز دیگری آهنگ ها برآمده است که فکر میکنند این من نو فهمیدم کسی است از خارج کشور است، لیکن آهنگ های تاجیکی ما را خیلی که ما قدر ما مثلا املو نظری میخوند سرودی خالی سیاه یک تا میخوند همین قدر همون خونده است، لیکن تلفظی خارجی بعضی حرفای بیشتر ذهن سنی رو استفاده آنمی ذهنی سنی نگفته استادم همین چیز آهنگ درست است، نغز است، خوب است، لیکن وای که میخوان انا کن همونا اگر سراینده امروز آواز خودش قطعی بود موسیقی دیگر نوازنده ها رو خوش کند خواند انمی خیلی چیزهای خوبی تاثیر کننده خوبتر میشد، پیش میرود با صنعت این چیز. این خوب است از این جهت. استاد تا جایی که ما میدونیم شما همچنین در بعضی از مکتب‌های موسیقی تاجیکستان فعالیت میکنید، مخصوصا در دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسونزاده و همچنین کنسرواتوار ملی و مکتب موسیقی عبدالفتاح آدینایف در آنجا نیز که کار و فعالیت دارد. من اصلا در کنسرواتوار ملی تاجیکستان به نام طلبکو جسدتوروف کار و فعالیت میکنم در کافدرای سرایندگی عنعنوی و حیث قریب یک 20 سال 21 سال زیاد کار و فعالیت دارم و باز در مکتب بچگانه به نام عبدالفتاح آدینایف که نه وقت جناب عالی با رستم امام علی میری شهر این مکتب با استفاده دادند و باور کنید دمی خوردککان هم توجهشون به سرودهای موسیقی سنتی تاجیک و همه ژانرها بسیار توجهشون کلان است و تیز اینو خورد که هستند تیز ذهنشون قبول میکنند، گرچند که آهنگ ها مرکب هم باشند کوتاه کرده فرض کردیم وابسته به سین و سالشون پیشکش میکنیم آهنگ‌های تاجیکی ملی خودمون در ژانر مقام و در ژانر فلک فرض کردیم فلک راقی فلک دشتی را همونا آوازی کودکانه قطعی میخونند. این چیز بسیار توجهی هم جوانان به این ژانرها کلان است. چی میگن تعلیم و آنمون درس‌های آنمون چیزهایی که بیشتر شما معلومات میدونید درباره همین سمت موسیقی این رو باید به نسل جوان هرچی بیشتر یاد بدهید. اگر تعلیم نباشد نمیشه یک چیز خوب بچه حقیقتی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان از ایجادیات یعنی نابغه هایی که ما نامبر کردیم یک چیز میسازیم، یک چیز تمرین میکنیم، ثبت میکنیم، پیشکشی تماشابینان خواهیم گرداند. این لحظه تماشابینان عزیز باز یک سرود رو یک جای میشنویم، بعداً صحبت رو ادامه خواهیم داد. پرچمی قسمت زی بحری میلکد اطرافی از فضای معنوی دیوار دولت صافی از فضای معنوی دیوار دولت صافی قیمتی صلح و صفا عبرت شده در انجمن قیمت
از پرده روپوشی او میشناختی محتوای رشد مهن نقشه‌ای به مهلتر بحری آبادی کشور با هوس دل باختی بحری آبادی کشور با هوس دل باختی شد مرامت ابتکاری سازمانی در چند شد مرامت ابتکاری سازمانی در چند در بهاری رونقی کشور نظر انداختی در بهاری رونقی کشور نظر انداختی چون بیدیدی شد میسر آرزوها خوشبدی چون بیدیدی شد میسر آرزوها خوشبدی سوی فتحی خود لبایک عالم ارمان تاختی سوی فتحی خود لبایک عالم ارمان تاختی سوی فتحی خود لبایک عالم ارمان تاختی دوستان عزیز باز هم برمیگردیم به استودیوی خویش و ادامه میدیم صحبت خود را اطراف کسب و فعالیت و سرودهای تازه ایجادی استاد اسماعیل نظریف. بار دیگر خوش آمدید. استاد سال 2022 از جانب اویلای نظریف ها یک برنامه با شکوه کنسرتی برگزار گردید. میخواستیم اطراف آن همین برنامه فرهنگی کمی صحبت کنیم. برنامه کنسرتی که ما سال 2022 در کاخ سروش برگزار گرداندیم سرودها رو با شاگردان ما اجرا کردیم. دو شاگرد دست پرورده خودم که در کنسرواتوار تعلیم داده بودم با آنها در بعضی نامره های سلسلوی گلدختران انسمبل زیبا اشتراک کردند، نمایی کردند، خیلی رقص های زیبا رو پیشکش تماشابینان گرداندند. کنسرت به طریق زنده صدا داد به غیر از دو سرود، یکی رقصی و در اطراف این سرودها همینه باید بگم که جان من از فراقت بر متن حسین بلخی این آهنگ کشریف جورایف است. این سرود پیشکش کردیم. سرود جشن وطن یک سلسله خواندیم اونجا بر متن سفر ایوب زاده محزون. گفتم یک چیزی بنویس که در همه جشن‌ها استفاده برده شود و جای در کار شود، از همونجا کلتا میکنند رژیسورای ما نه باز اون سرود ادامه مییابد با استفاده برده میشود. همون سرود در همه جشن‌ها در غرب خواندیم، در بدخشان خواندیم، در سوخت خواندیم، در اینجا خواندیم. متنش بسیار خوب برآمده بود. انا اینا بازخوانی کرده خواندیم یک سلسله خیلی که این متن آهنگ‌های خلق کار کردی استاد کشریف جورایف عبدالله نظریف. اما برنامه کنسرتی خیلی هم بسیار یعنی که دوام کرد، دوام 3 ساعت. 3 ساعت بله. چقدر وقت مخصوصا برای آماده کردن همین کنسرت آمادگی دیده؟ قریب یک ماه در هم پدولی همون اقبال ذوقی بیک اونجا کار کردیم، همراه کار کردیم. چیزی که خوب برایت چیز نغز آهنگ با متن موافق بیاید شنونده رو میتواند دقتش جلب کرده. واقعا هم خیلی هم هست. سرودی که با زحمت‌های زیاد با یک مهر و محبت زیاد تولید یابد البته زود به دل شنونده راه مییابد. استاد در جشن نوروز بین المللی که سال 2024 برگزار شده بود در نزد انمون میدان استقلال، در اونجا شما اجرا کرده بودید. سگانه یعنی که هم شما بودید هم یعنی که دولت نظری و صاحب نظری. سرود نام گرفته است جانانه دل، یعنی که از 3 قسم عبارت است: آهسته، کمک رقصی و بازم رقصی می شود. این سرود در فوند طلایی رادیو ثبت شدگی است. اینا رحمتی پدرم با سعید همراه با ارکستری اسباب‌های خلقی همین تلویزیون تاجیک ارکسترافکا کرده خواندگی. این سلسله از 6 قسم عبارت است. از اونجا همین اینجا متنی نادر شنبه زاده یک تشخصم با نازبین ها جانانه دل
پای مبارک در خانه دل. این از همونجا شهدش یک ربایی خلقی است، نوروز بخشیده به نوروز است. اونجا از اون استفاده نبردیم، از اینجا سر کردیم، دو قسمش گرفتیم از این. بعد اونجا بعد از متنی عجب نگارمی خم خم زده زلفانت شیرین نگارمی گردی لب بودن داند. این زحمت ها است ولی به فایده ما هنرمندان، به فایده صنعت است، به فایده جالب گشتن برنامه ها هست. بعد هم به وجه میارند این چیزها، در روزی بد نمی شود. جانا من از فراقت هر لحظه زار گیرم، جانا من از فراقت هر لحظه زار گیرم، پیوسته از غمی تو من دل فگار گیرم، پیوسته از غمی تو من دل فگار گیرم، همچون گل از رویت من بلبلی ضعیفم، همچون گل از رویت من بلبلی ضعیفم،
گفتید که استاد عبدالله نظری بیرون از صنعت چگونه پدر بودن در خاندان؟ پدر اگر در خانه سیاست نداشته باشد، در خانه اگر در اولاد سیاستی نمی خانواده خودش به دست گرفته نتواند و عائله پیش نمی رود. و درباره پدرم خاطره های خیلی زیاد است که انا چگونه پدر چگونه ما را تربیت کرد. یک لحظه خاطرمون همین است که این همین نظرالدین نعمت الله ویژیانی پدرم است، هنرپیشه شایسته تاجیکستان. بعد نه آمده بود ابیتورینت است. بعد پدرم یک خصلت عجایب داشت. من وای پامو بجقید مساج کنید وای میکرد، tak میغلیدم تا بعد یک تا بعد نوبت خطی با نوبت وای میکردیم. بعد خوابش که میبرد میگفت نمیگفت که بحث کنی یا که وای خوابه یک. اینم بعد همین نظرالدین آمد. از اونجا بعدی بچه ها گفتن که نوبتی تا باید این مکتب اینجا بگذارید. من میدادم این مساج میکنم ساعت 3 شب میشه 4 شب میشه دیگه نیست بروید. رحمتی مادرم بعد یک زنه که خوب میبیند که مالیم پا مالی دیست رو دست بعد بگه بچه اوه خوبه گفت آخی نگم نرم ما چکار کنم اگر چکار کنم من که قطعش بسیار گشتم همون ایجادیات شد و دیگر تمام گسترولا قطعش بودم هم هنرمندا قطعی بودم. خوش در فرجام برنامه ما برای شما چی گفتنی هستیم؟ گفتنی اون را هستم که دویما هم گونه پیشرفت باشه در تعلیم و تربیه همین نسل جوانانه که سهمی که میگذاره تا امروز گذاشته باز هم که بیشتر شود و در کسب و کارتون چی میگه موفقیت های نظر است رو تمام بدید. بله استاد عزیز ما تمنایان رو داریم که شما همیشه سلامت باشید، سربلند باشید و راهنمای و راه بلد شاگردانی خود باشید. من همین از فرصتی مناسب استفاده بردم من ایثار منتدارگی خودم من همین پیشروی هایی که در ساحه صنعت و آوازخوانی در دوران استقلالیت نسبت ما رخ داد همه این به شرافت تنجی و آرامی کشور است، به شرافت همین آسمان صاف و بی‌غبار بالای سر ما است که همین سیاست غمخوارانه پیشوای معظم کشور اساسگزار صلح و وحدت ملی ما پرزیدنت کشور امام علی رحمان که خود شخصیت فرهنگی است، فرهنگ دوست می‌دارد. انا همین منتدارگی خودم هم امروز با جناب عالی کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان چنان برنامه‌ها حاضر پیشکش کرده ایستادند که خاطرات این مرحله صنعت موسیقی سنتی تاجیک شنوندگان و تماشابینان به خلق با از نو پیشکش کرده چاره‌بینی های خوب می‌گذرانند. می‌خواهم که در باغ بشر بهار بادا، خرم دلی روزگار بادا، از صحن چمن بلند بر دهر آهنگ خوشی هزار بادا. انمی آهنگ‌های خوش همه وقت طنین انداز وطن باشد. تشکر. بخیر. تماشابینان عزیز اینجا برنامه شباهنگ به انجام میرسد. و برای هر کدام شما چه گفتنی هستیم؟ شاید نفرانی هستند که تماشا نکردید و امکانیت دارید که این برنامه ها رو با پورگی در سامانه‌های اجتماعی تلویزیون تاجیکستان به مانند اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب تماشا کرده باشید و همچنین صحنه‌های پس کادری در صفحه اجتماعی ما شما را انتظار است. یادآور میشم که مهمانی برنامه شباهنگ بودند حافظ خلقی تاجیکستان استاد صنعت اسماعیل نصریف. بار دیگر خوش آمدید. چشمم چون اشکی
بلای برایت نخواهی که خوری جفای برایت پسندیده ای چون تو شاه کی باشد پسندیده ای چون تو شاه کی باشد کی از دستی چون من گدای برایت کی از دستی چون من گدای برایت بکویت اگرش هفتم بجانم اگر آهی از مبتلای برایت اگر آهی از مبتلای برایت توی آن مهی نو که چون رخ نمایی توی آن مهی نو که چون رخ نمایی زی هر گوش دستی دعای برایت زی هر گوش دستی دعای برایت دل از موسیقی برده سر می روانی دل از موسیقی برده سر می روانی که هر جا خیر آمد بلای برایت که هر جا خیر آمد بلای برایت زی